یه هفته از جنگ میگذره. زندگی ما والا تغییر نکرده، فقط من از تنها چیزی که ناراحتم اینه که نت ندارم. والا یعنی که تغییر تو زندگیم ندیدم هیچی. آره وی پی ان ها قطع شده، واتساپ ندارم، اینستا ندارم، از اینم خیلی ناراحتم. همونم هر ولی از گاهیه. هر از گاهی میاره بالا کم و بیش. اسرائیل برای ایران انگار یه بچه 10 ساله است. خدمتش کلا 75 ساله. یعنی جنتی، آقای جنتی سنش 95 فکر کنم. حالا بیشتر یا کمتر. سربسته بگم. آره دقیقاً همین دیشب ما داخل پارک بودیم که نمیدونم حالا موشک بود یا پهباد چی بود. پدافندا قشنگ فواشون همشون رو زدن، یکیش هم نخورد. ما همینجا نشستیم نگاه می‌کردیم. چهارشنبه سوری شده. مثلا نرفتین تو پناهگاه؟ نه اصلا ایران پناهگاه نداره چون امنیت کامله. 100%. این حرف نداریم. یکیش هم اونجا داره رد میشه. برام هیچ فرقی نمی‌کنه. بارا مستقیم بخور تو اسرائیل.